اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام شنوندگان و بینندگان، هموطنان عزیز و گرامی، امروز همراه شما درباره جشن سال نو و آیا این جشن فرهنگ خودی است یا بیگانه هست صحبت خواهم کرد. و چون در آستانه سال نو هستیم و همین دیگر درست پس سال 2023 می آید، پروردگار سال آینده را و تمامی هموطنان ما سال پر از فیض و برکت گرداند و این چونین پس از این خاطری تمام هموطنان مظلوم هموطنان جب دیده هم کاملا جبران شود و شکستگی ها از بین برود. ولی درباره جشن سال نو که روز از روز درباره‌اش صحبت ها زیاد شده ایستاده است، میخواستم یک صحبت همراه شما داشته باشم. عزیزان، میدونیم که در ما سالهای اخیر زیادی درباره فرهنگ بیگانه صحبت می رود. وقتی عید لباس چیزی رو میخواهیم میگویند فرهنگ بیگانه است. مثلا لباسی یک خواهر مسلمان فرهنگ بیگانه است و نباید دختر تاجیک با لباس مسلمانی در حکومت کار کند یا به مکتب و به دانشگاه ها رود. حتی همه شاهد بودیم که در بازار و کوچه ها هم دستگیر میکردن و جرم این که تو فرهنگ بیگانه را داری طرفداری میکنی. و این چونین میدانیم که ایدهایی که ایدهای مسلمان هستند، ایدهای مسلمانان هستند، عید رمضان و عید قربان، در اکثریت مکانهای تاجیکستان، در اکثریت شهر و ناحیه ها تقریبا به عزا تبدیل شده است. آره، هستند نفرانی که این عید را همچون عید میگذرانند، اما به طرف سوق یا خود به شمال تاجیکستان نگاه کنیم، اکثریت این عید را یاد مرده ها کرده اند، زیارت قبر کرده اند و با جامه و با لباس های عزاداری در خانه ها نشسته گویا انتظار تسلیت دیگرها می شوند. و تقریبا اکثریت مردم وقتی به یاد عید رمضان و قربان را می آورند، همان روز مرگ یک نفر را به یاد می آورند و یک روز عزاداری و ماتم هم در اکثریت جایها شده است. و گفتیم زیادی از عملهایی که آن عملها نه مستحب است و نه یکی از چیزهای عادی هست، از عبادتهایی که یا از امرهای پروردگار که آن در شریعت فرض عین است. فرض عین این است که تو نکردی گناهگار میشوی، این کار کردی تو دیگر مسلمان نیستی. این مسئله اتفاق بین تمام علما هست. در مسئله های فرضی حتی میگویند این فرهنگ بیگانه هست و این رو نباید در داخل تاجیکستان انجامش دهند. ولی می آییم به جشن سال نو. پیش از همه اگر به عید مثلا رمضان و عید قربان در کشورهای به داخل شوروی داخل نشده، و ترکیه باشد یا بعضی از کشورهای دیگر باشد یا حتی به اروپا، همین سال من عید قربان و رمضان رو تقریبا در کشورهای اروپا و در امریکا وقتی دیدم چگونه مسلمان ها با شکوه در صحنه های مسجد، حتی در صحنه های فوتبالشان نماز عید میگذارند و این عید رو به هم دیگر مبارکباد میگویم. من گفتم شاید تاجیکستان این روز را در حیاتش ندیده باشد که در این روز عید مردم این گونه در کوچه خرسندی کرده باشند. یعنی همون آزادی که در عید رمضان و در عید قربان و تاجیک های اروپا و امریکا داده شد، در تاجیکستان اون را دیده نشد. در تاجیکستان دیده نشد. برعکس چه خیلی گفتم، میروند سر قبر و میروند به نماز و میآیند به خانه. آره، جایهایی هستند که جشن میگیرند با یک دسترخوان، اما اکثریت این روز را همچون روز یاد مرده ها کردند، علل خصوص در شمال تاجیکستان. اما ببینید به سال نو، پیش از همه تا همین روز آیا کسی به خاطرش زده است که فرهنگ بیگانه همین سال نو است؟ برای آن که به تاریخ سال نو نگاه کنیم، حتی به نامش نگاه کنیم، سال نو میلادی،
سال نو میلادی که از میلاد مسیح این را حساب میکنند. ولی اگر به تاریخ پیدایشش نگاه کنید هنوز 10 سال پیش از دنیا آمدن عیسی مسیح علیه السلام این جشن را قید میکردن. اما رومی ها که امپراتور خود را همچون یک بت میپرستیدند و اله میگفتند، این روز حتی همین ماه را هم با نام ینایر گذاشته بودند و این ماه جشن تولد خدای رومی ها هست گویان این را پیشواز می گرفتند و قید می کردند. و بعد از اینکه عیسی مسیح به دنیا آمدن، حتی پس از مدتی دراز بعداً مسیحی ها این جشن را به قید کردن شروع کردن. و خود تاریخ روسیه نگاه کردم همین روز که خود روسیه هم تا سال 1947 این عید را عید رسمی قبول نداشت، برای اون که مسیحی های دانشمنده که در خود روسیه بودند و میدونیم که پیش از شوروی خود دولت خیلی رابطه با کلیسا داشت، آنهایی که دانشدار هستند میدونستند که این عید به میلاد مسیح رابطه ندارد اصلا و در 1 ینور عیسی مسیح به دنیا نآمده است. خلاف از 25 دکبر یا 6 ینور که در روز تولد چگونه که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم اختلاف است که آیا 9 و یا 12 ربیع الاول هست، عیناً در میلاد مسیح هم همین گونه اختلاف وجود دارد. اکنون ببینید عزیزان که جشن سال نو 100% یک فرهنگ بیگانه هست و حتی مسیحیانی که در دین خود متدین و ثابت هستند و دست به کتاب زدن میگویند این به میلاد مسیح رابطه ندارد. این عید رومی های امپراتور پرست هست که خدایشان هم همین ینایر بود یا ینور بود به گفته خودمان و به تولد عیسی رابطه ندارد. اما امروز اگر درباره جشن سال نو صحبت میکنند و این گونه با یک جلال و شکوه این عید را تجلیل میکنند که گمان میکنید این از فرهنگ ما بوده است، گمان میکنیم این عید تاجیکان هست، گمان میکنیم که گویا این فرهنگ بیگانه نیست. از نوروز که گذشت کردیم که میگویند این عید فارس ها هست و به پیروزی پادشاهی فارس رابطه دارد که آن روز را روز نو برای مردمش اعلان کرده بود. اون مسئله بدین تماما رابطه ندارد، اما فارس ها آن روز را برای پیروزی پادشاهشان جشن میگرفتند که یعنی مخصوص فارس ها هست، گفتم نه مسلمان ها، چون مسلمان ها دو عید دارن که درباره‌اش صحبت میکنم کمی بعد. پس این عید چرا کسی درباره‌اش چگونه ای که اینقدر فرهنگ بیگانه و اینقدر عرب پرست و یا فرهنگ عرب ها و چیز دیگر میگویند، کسی نمیگوید که این عید رومی ها آن هم عید خدای رومی ها هست، آن هم عید خدای رومی ها هست. و چیزی دیگر اینجا هست که وقتی با بعضی از هموطنان صحبت میکنیم، آنهایی که خارج از کشور هستن حتی در داخل کشور، میگوین چی مشکل دارد اصلا، چی مشکل دارد که یک مسلمان این عید رو جشن گیرد؟ ما که الکل نمی نوشیم، ما که در جشن فقط یک دسترخوان عائلوی باز میکنیم، به خاطر آنکه یک سال دیگر تمام شد سال دیگر می آید، هم اطراف دسترخوان می نشینیم، هم دیگر رو می بینیم. یک وسیله هست، ببخشید، یک وسیله هست برای جمع شدن و با هم نشستن اعضای عائله. در آنجا شیرینی هست، دسترخوان است، در آنجا الکل نیست، در آنجا یگان کارهای گناهی دیگر نیست. اصلا چی مشکل دارد؟ چی مشکل دارد وقتی ما در آنجا یگان گناهی نمی کنیم و سال نو را جشن گیریم، یا کودکان ما بروند در جشن سال نو اشتراک کنند، همراه بابای برفی باشند و چیزهای دیگر. اصلا چی مشکل دارد؟ عزیزان، سخن در اینجا هست که عید از نگاه اسلام عبادت است. عید از نگاه اسلام عبادت است و عید به عادات رابطه ندارد. یعنی عادتهای مردم، عرف و عنعنه های مردم در شریعت عید را معین نمی کند. این را پروردگار زمین و آسمان، پروردگار زمان و وقت و ساعت و سال معین می کند. انا از اینجاست که در ما حدیث در مسند امام احمد از پیامبر صلی الله علیه و سلم می آیند در مدینه مردم خیلی
خوشحالی داشتن، میگفتن امروز روز عید است، یعنی روز عید حتی عرب ها، اون روز روز میلاد مسیح نبود. خوشحالی میکردن چگونه که در عید همه همدیگر رو تبریک میکنن، خرسندی میکنن، امروز کسی کار نکند، امروز روز عید است. پیامبر میگن چی روز عید است؟ آنها میگن ما از پیش همین روز رو برای خود عید قرار دادیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن پروردگار برای شما دو روز بهتر از این رو عید قرار داد. یکی عید رمضان که پایان عبادت روزه یک ماه هست، دیگر عید قربان که پایان حج است، حج اکبر است که اون عبادت 6 روزه کامل که در آن تقریبا در روز گفتیم سیومش این عید رو جشن میگیرن، این یعنی عید قربان رو. پس وقتی یک مسلمان میگه اصلا چی رابطه به دین دارد، اصلا چی مشکل دارد ما یک دسترخوان عیدانه بکشاییم؟ عزیزان، این عید مخصوصی عیدی خدای روم و رومی ها بود. بعدا مسیحیان وقتی با رومی ها اتفاق کردند و دیگر امپراتور رومی ها هم حتی مسیحی شد و کشور به یک کشور مسیحی تبدیل شد، گفتن بیایید همون عید رو نابودش نسازیم و به جای میلاد ینایر میلاد مسیح گوییم که تقریبا 5 وقت از همون روز فرق میکند، اتفاقا 5 روز تقریبا فرق میکند. پس این البته که به ایمان یک مسلمان رابطه دارد، برای اون که ایده که عید غیر مسلمان ها هست، اون هم یک عید عادی، عید تولد خدایشان که میدونه مسیحی ها همهشون کاملا عیسی را یا خدا میگن یا پسر خدا میگن که این 100% خلاف عقیده توحید مسلمان ها میباشد. انا برای همین این عید به ایمان و به رویش و دین یک مسلمان خیلی و خیلی خلاف است. آره میتوانید پیدا کنید یک فتوایی که فلان عالم چنین گفته است، فلان عالم از ازهر چنین گفته است، یک عالمی رو، اما میدونیم که علما رو وقتی مجبور میکنن و یا اینکه ببخشید بعضی از علما رو وقتی میخرن یا بعضی از علما در بعضی فهمش بعضی از نص ها اجتهادی خطا دارن که اجتهادی خطا در تمام علما میشه و چون پیامبر نیستن آنها میتوانند بعضی چیزها رو درست گویند، در حالی که ما به این فقط با تعصب یک انسان و از اول پیدایش این عید نگاه کنیم. برای همین چون عید در شریعت عرف و عادت نیست، عنعنه عادی مردم نیست، عید عبادت است و این عبادت را پیامبر از در همان وقتش برای ما اعلان کردن و جز این دو عید خود دیگر روزها رو نمیتوانیم برای خود عید قرار دهیم. عجیبش این است که همه میدونیم عزیزان ما سال نو هجری داریم که اون هم 12 ماه هست، از ماه محرم شروع می شود و در ذوالحجه تمام می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میدونستند که این ماهایی هست که پروردگار از آنها 4 تاش را ماه حرام یا شهرهای احترامی خاص داشته، گفت در آنجا ماه رمضان است و اینها. اما پیامبر یگان بار 1 محرم را سال مسلمان ها گویان هرگز و هرگز یا هجری گویان آن را قید نکردن. حتی سال نو خود مسلمان ها رو پیامبر قید نکردن و یادآور هم نشدن که امروز اولین روز سال ما، اولین روز محرم است. ماه محرم خود یک ماه احترام داشته است، اما اینکه سال نو ماه هست کسی این رو جشن نگرفته است، کسی این رو جشن نگرفته است. و ببینید که ببینید که اینجا مسئله عید، مسئله عبادت و مسئله ربط به ایمان دارد و مسلمان این رو خیلی و خیلی باید جدی گیرد. و من خیلی تعجب میکنم از مسلمان هایی که با جشن گرفتن همین عید اکثریتشان یا با شریک شدن در همین عید و هدیه دادن به مسیحیان میخواهند یک صمیمیت خود را به مسیحیان ثابت کنند، ثابت کنند. ولی ببینید که مسلمان هایی که در کشورهای اروپا و آمریکا هستند آنها برعلا میگن ما این جشن رو قید نمی کنیم، کسی آنها رو هم مجبور نمی کند و یک مسلمان نیاز به خود را گرم و شیرین کردن به دیگران نباید داشته باشد. آره مهاجر هستید، اما قانون مهاجرت شما در کجا شما رو امر میکند که تو باید در این جشن شریک باشی یا این جشن رو هم تو هم جشن گیری یا همراهی ما باشی؟ برعکس وقتی یک مسلمان میگوید همانگونه که من شما رو هرگز
نمیتوانم بگویم در جشن من اشتراک کن یا ایدی مرا تو جشن گیر. شما هم به این چیز حق ندارید، یا اینکه دین من به این اجازه نمیدهد، فرهنگ مسلمانی من اجازه نمیدهد. قدر یک نفر چقدر بالا می شود، قدر یک مسلمان چقدر بالا می شود. اما ما عادت کردیم با این سو و آن سو، با تجمل و با کم کم برای خود بهانه گفتن در همه چیز با همه راضی شویم و همین سرخمی ما و به کجای رفتیم به آن فرهنگ خود را عادت کنانیدن و اما فرهنگ خود را فراموش کردن ما سبب شده ایستاده است که تقریبا تاجیک ها در کجای رفتن، روس رفتن، یک بار اکثریتشان روس شده می روند، امریکا رفتن امریکایی شده می روند، جای دیگر رفتن آن طرف می شوند. و من چندین بار گفتم که یک برادر مسلمان زنی روس می گیرد و فرزندان او کاملا روس زبان می شوند اما تاجیک زبان کسی نمی شود. برعکس این یک مرد روس با زن تاجیک ازدواج کند، هم اون زن کاملا روس می شود. یعنی مایون همیشه اینقدر گفتیم من راضی هستم، نه شما نه، من باید یک قدم جلو روم. این شد حال ما که ما حتی در چیزهایی که ما رو مجبور نمیکنن دوست می‌داریم نه بیا کمی به آنها تنازل کنم یا چیزی دیگر. اگر حالتهای مجبوری بود، شرط و شروط اقامت بود، میگفتیم مجبور هستیم، ضرورت از چیزی دیگر. اما این از شرط و شروط هم نیست. و اینجا چیزی دیگر هست که در مسئله کودکان زیادی ها میپرسند. عزیزان ببینید، در همین جشن سال نو یکی از کاملا به دین ما ضد بودن، یکی از آیینشان این است که کودک ها آرزوهای خود را به بابای برفین میگویند و گویا بابای برفین آن را انجام میدهد. و در ذهنی اکثریت کودک ها این رو هم جا کردن که تو به بابای برفین آرزوهای خود را حتی در داخل دلت بگو، او به تو می آورد. خواهش میکنم این چیز رو با یک نظر یک مسلمان با عقیده درست مسلمانی نگاه کنید که وقتی کودک الکی و بابای برفین سنتش خیلی که میگویند امید دارد که خواسته های قلبش را او می آورد. این تا چه اندازه ایمانی یک مسلمان رو متزلزل میکند و تا چه اندازه خطر دارد که ما این رو تماما عادی میگیریم و به این تشویق هم میکنیم و به این خیلی میخواهیم از این سو و اون سو اجازت پیدا کنیم. و چیزی دیگر اونجا هست که اگر ما به خود مسیحی ها نگاه کنیم، آنها به ایدی ما کار ندارن و جسورانه با شخصیت خود میگویند کاری تو از کارت را بکن، به من رابطه ندارد. یعنی هیچ ندیده که مسیحی در روز عید قربان دسترخوان کشاید، در خانهش با خش و تبارش بشیند. متاسفانه در ما این خیلی زیاد است. و در داخل تاجیکستان میبینیم وقتی یک نفر میخواد حج کند میگویند پول حجت رو بیا به راه ساختن گذار. یک نفر میخواد مسجد سازد میگویند به مکتب آن پول رو دهید، ما به مسجد نیاز نداریم اصلا. و همین گونه راه یک چند عبادت ها رو میگویند. حتی فتوا هم هست از بالا که حج تو قبول است پول حج رو به همسایه ها بده. چرا کسی برآمده نمیگوید این همه برای جشن سال نو مبلغی که از آرایش دادن ارچه تا آن همه به سراینده ها پول دادن و آن همه کنسرت ها و آن همه جشنی که در مکتب ها می شود اون رو نکنید، پول این رو برای استفاده کنید، پول همین جشن رو به خود همین مکتب استفاده کنید. فلانی که این همه سراینده رو تو از بالا پول میدی و میگویی من تو رو به عهده هم میگیرم، یعنی سرپرستی میکنی یا به گفتی رو سپانسوری میکنی. نه اون پول رو بیا به راه، بیا به مکتب، بیا به این یک چند کم بغل بده. سراینده ها به حد کافی خود مبلغ کافی دارن، برای آنها خیلی زیاد مخلصان هستن. اما بیا تو این پول رو همین سالی نه به انا اینها ده. نه، کاری ما، همه کارهای آبادکاری ما آمده است به پول عبادت مردم. یعنی این رو چی گفته می شود؟ و الله قسم به یک نفر چید، اگر به یک نفر گوید که در ما همین گونه است، میگن این کاملا دشمنی با دین است، این نابود کردن دین مسلمانی هست. شما انا این گونه اگر میخواهید دین رو نابود کنید میگید به حج نرو، پول حجت رو به راه بده.
اما جشن سال نو رو با این همه پول من قید میکنم. قید کردنگی همین چند وقت پیش بود، یک چند خواهر در این باره صحبت کردم، میگویند کار تا جای رسیده است خواهر که در جای ما حتی گوسفند میکشند، حتی قربانی میکنند که ما این عید رو باید خوشرو تجلیل کنیم. کار تا جای رسیده است که تمام شب مرد و زن میرقصند، مینوشند و چقدر مبلغ‌های به اونجا سرمایه گذاری کرده می شود و خاطر اینکه این جشن سال نو است. این جشن سال نو است و مردم باید خرسندی کنند. چرا کسی نمیگه این پول ها رو شما به آبادکاری استفاده کنید؟ این همه فساد رو ببینید. برعکس یکی باید عقل سالم مقایسه کند. عید مسلمانی خودمون، این دو عید، عید قربان و عید رمضان، چی فسادکاری های در خود دارد؟ و این عید مسیحیان که ما دیگر این رو فرهنگ خود میدانیم چی فسادکاری های دارد، چی فسادکاری های دارد. ببینید در عید قربان مردم قربانی میکنن، به مردم میدهند، فقط همین یادی مرده ها نباشد، دیگر مردم همه با هم دیگر هستند، خرسند هستند. و عید رمضان هم نگاه کنید، در آنجا صدقه فطر داده می شود، در آنجا به همدیگر مبارک بادی گفته می شود، نماز عید است، مردم با هم جمع می شوند. و در کشورهای عرب نگاه کنید، یا حتی خیلی که گفتم من همین سال کاملا پیگیری کردم، در کشورهای اروپا و در کشورهای امریکا حتی نگاه کنید، مسلمان ها چقدر به همدیگر هدیه می دهند، چقدر با همدیگر شناس می شوند، چقدر با همدیگر خوراک می خورند، چند کار دیگر می کنند، چند کار دیگر می کنند که می بینید که مسلمان ها یک دین، یک برای اصلاح جامعه، زیادشوی محبت، با این و با آن، خرسندی، کمک، همه چیز است. اما در این عید بجز یک خوردکک هدیه هایی که گویا بابای برفین داده است یا در بعضی کشورها هدیه های کلان، بجز رقص و نوشیدن الکل و این چونین هزار و یک جیب سراینده ها رو بای کردن یا ثروتمند کردن، از این عید هیچ فایده نیست. کسی نمیگوید مبلغ‌های این جشن رو شما به اصلاحکاری استفاده کنید. شما می توانید این پول را به انا اینجا و آنجا صرف کنید. چیزی دیگری هست که اینجا چه خیلی که گفتم، گویا که این جشن رو اونهایی که در تاجیکستان هستند، دیگر من نمیتوانم چیزی بگویم و بعضی از نفرانی که همیشه آنها میگویند ما مردم رو دعوت کرده ایستادیم، ما میخواهیم در جامعه اصلاح باشد، اما یک فسادی که در یک شب از سال نو میشود، این همه رقص و این همه نوشیدن و این همه اسرافکاری و که می توانید این رو برعلا پیدا کنید در یوتیوب که جشن سال نو در فلان مکتب، جشن سال نو در صنف 11 فلان مکتب، صنف 7 و صنف 9 که تمام شب بیدار هستند و چی فیلم تماشا میکنند و چی کار میکنند، اینها رو همه دیده میتواند. پس وقتی میگوییم ما میخواهیم یک کشوری پیشرفته باشیم، نمیشود که با جشن سال نو گرفتن و این همه فسادکاری پیشرفتگی کنیم. کشور زمان پیشروی میکند که مردمش اصلاح باشند، مردمش از پی کارهای روند که به فایده خودشان است و به فایده دیگران هست. اما نه این فرهنگ ما بوده است. و چیزی دیگر عزیزان، آیا شنیده درباره پدر بزرگ، مادر بزرگ که گفته باشند یادش بخیر در شب سال نو ما همه با بابا و با بیبی خود می نشستیم، تورت یا شیرینی پورا می کردیم، بابای برفی می آمد و همه هدیه می داد. یادش بخیر. بابا و بیبی ما این چیزها رو می گویند، پدر بزرگ و مادر بزرگ ما این چیزها رو می گویند. ما این گونه فرزندان رو گسیل می کردیم که در مکتب بروند برقصند، یک شب تمام شب این سال رو با بیدار خوابی گذرانند. تمامی دخترها یک شب تمام شب بیدار باشند و برقصند که امشب شب آخری امسال است که گویا سال دیگر نمی آید، عمرشان تمام شد. این رو از پدر بزرگ و مادر بزرگ خود هم نمیشنوید. انا برای همین آنها بودند که فرزندهای به دنیا آورده بودند، فرزندهای مثل پدر و مادر ما. اما بعد از این نسل ها چی میشده باشد؟ انا همین ایدها تا چه اندازه به اخلاق کودکا، به اخلاق نورسا و این چونین وقت هایی که صرف می شود،
پول جمع کردن و دیگر رقصیدن و بازیدن و هزار یک این فساد، اینها به کجا ما رو برده ایستاده است، به کجا برده ایستاده است. و وقتی گفتیم از روی دین این چیز خلاف است، بعضیا میارن برای ما دلیل از اینکه در امارات ارچه به قد چند متری ساختن، در پایتخت عربستان سعودی، در ریاض، در کشوری که در آنجا پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد شدن، ارچه با چند متری وسیقی و یعنی طول و وسیقیش ساختند و این همه پول صرف شد. مگر اینها مسلمان نیستند؟ برای آیا مسلمانی رو ما باید از حکومت امارات و از حکومت عربستان بگیریم؟ آیا ما اگر یک ثروتمند رفت و کار کرد و یکی او عرب بوده است و از عربستان سعودی یا امارات بوده است بگیم که دین همین است؟ دین رو باید از مصدرش گرفت، از قرآن بگرفت، از سنت گرفت، از سخن علما گرفت. میبینید که در همین مسئله حتی تبریک گفتن رو کسی اجازه نمیدهد. یگان عالم از علمای پیشتر، آره من چه خیلی گفتم، بعد از این همه ضعیفی مسلمان ها و ما تا حد مسلمان ها دست نگری کشورهای غرب شدن، عالمایی هستند که به خاطر چهره خود را شیرین کردن هر چیز میگویند. اما برگردید به کتاب هایی که پیش از نابود شدن سیاست های اسلامی، یعنی در خلافت عثمانی و عباسی و ایوبی و اینها نوشته شده بود، به اون کتاب ها نگاه کنید تا چه اندازه حتی تبریک کردن این عید را میگویند گناهی کبیره است و تا چه حد و خطر دارد. آره هدیه دادن، بعضیا میگن پس هدیه که به ما میآید چیکار کنیم؟ عزیزان، از کافر هدیه گرفتن جایز است و یک کافر هم هدیه دادن جایز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم هدیه گرفتن، هم هدیه دادن. در این باره ما میتوانیم هم حدیث پیدا کنیم، هم میتوانیم از تاریخ مثال بیاوریم. اما هدیه دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم برای عید او رو، جشن او رو گرفتن نه، به خاطر یک مناسبت های دولتی بود، به خاطر یک مناسبت های دولتی بود و اینچنین، یا اینکه به خاطر صله رحم بود. وقتی به حضرت عمر پاره از ابریشم رو میدهند و میگویند به برادرت بده، در حالی که برادر حضرت عمر مسلمان نبودند که حدیث رو در بخاری میتوانیم پیدا کنیم. و اینچنین به پیامبر صلی الله علیه و سلم چه مقوقس باشد، چه دیگر پادشاهی دیگر ببخشید سران دیگر قبیله های غیر مسلمان باشد، هدیه می آورد، قبول می کردن. و در این باره آثاری هم از حضرت علی هست که در وقت خلافتشان هدیه را در روز عیدی در آن وقت زردشت ها قبول کرده بودند. وقتی شما طلب نکردید و هدیه آوردن چیز دیگر، اما عیدتون مبارک باشد و این هدیه رو برایتون آوردم که شما مرا صمیمانه قبول کنید که دوستی نزدیک شما هستم. و این چیز خود مسلمه احمدی کار ندارد و این چیز شریعت ما اجازه نمیدهد. و ببینید که در این باره از کتاب های فقه ابو حنیفه رحمت الله علیه شروع کرده که این مسئله ها رو هم که مسئله های فقه اکبر و اصغر گویان در بعضی از کتاب های فقه هم آوردگی هستند، چقدر این مسئله را سخت گیری میکنند. اما چی کنیم که مردم دیگر روز از روز عاشق عید و جشن شده ایستادند و برای همین هم اینقدر صف کمبغلان، اینقدر صف بیماران، اینقدر صف بیچاره ها زیاد شده ایستاده است. همین روز بود به فکرم در خبر خواندم که سه بیچاره در سوخت که خانه نداشت، جای نداشت، در کوچه ها میخوابید، حیاتش را از دست داد، یا از سردی باشد یا از گرسنگی. اگرچه گفتم یک انسان بی‌نماز است، او انسان است. چرا این همه پول هایی که به این جشن ها صرف می شود و این بد اخلاقی ها صرف می شود به یک بیخانه یک کلبچه نسازند، به یک گرسنه یک ماه خوراکش را ندهند؟ و من به خودم شخصا عکس بعضی یتیمخانه ها می آید. از داخل یتیمخانه ها بعضی از مدرسه ها با زنگ ویدیویی یا ویدیو ویزو که میگویم نشان میدهد بیماران را که گمان میکند مسلمه احمدی شاید از دستش چیزی آید، که میگوید حال این کودکان رو ببینید، شاید از دست شما چیزی آمد. چرا کسی اینقدر درباره جشن و اینقدر درباره صرف و خراجات در این جشن هایی که چه خیلی که گفته ایستادم هیچ خوبی ندارد فکر میکنیم، اما به حال آن یتیمان نمیسوزیم، به حال آن بیچاره ها نمیسوزیم، به حال یک بیوزنی که می رود زیر پای یک روز با شرطه و با حقارت و دشنام یک بردن نان پیدا می کند، به حال او نمیسوزیم که چند نفر بگویند همین ساله تمامی جشن ها رو پولش رو به دست تو میدیم، برو در نزد کودکانت آرام بخواب، در خانه گرم بخواب.
هموطنان عزیز، این چیز، یعنی عزیزانی که مرا میشنوید، بیایید از بحری، من نمیگویم از بحری حلال ها برایید، از بحری خوراک برایید، فقط از بحری کارهایی که گناهی 100% هست و ما به اون مبلغ صرف میکنیم، ما به اون مبلغ های زیاد صرف میکنیم، از بحرش برایم. قصه ای را در این باره میخواهم بگویم. در خاطرم هست سال 2010 بود، در مصر با جمعی از دانش آموزان یا دانشجویانی دانشگاه قاهره که مهندسی میخواندند شناس شده بودم. هم پسر بچه ها هم دختر بچه ها بودن و آنها گفتن ما یگان جشن نداریم، ما نه یگان، یعنی جشن هایی که پول میپرتاییم و همه در آنجا می نوشیم میخوریم میرقصیم، نه، اما یک کار خوبی داریم. فقط در یک ماه یک روزینه پول خوراک عبید رو یک جا جمع میکنیم، یعنی نصف روزی رو، که شاید به مقداری به تاجیکی بگویم 20 سومون باشد که ما 100 نفریم و اون رو در داخل ظرف میکنیم به یگان بیماری در بیمارستان میدهیم. این عقلی دانشجویانی که 18 ساله بودن که من خود یک و یک باره گفتم شما کجایید و مایان یعنی دانشجو نه، استادان دانشگاه ها در کجایند؟ عقلی که در این 17 ساله و 18 ساله ها هست کجا رسد؟ به مبلغ جشن میگویند ما فقط از بحر خوراک یک روزه‌مون میبرایم و به یک بیماری که محتاج خون است، به یک بیماری که میدونیم در مصر هم زیاد از 10 میلیون بیچاره هست و بیمارستان‌هایش خیلی از تاجیکستان بدتر هستند، اونجا میرویم و دست خود میدهیم و برایم خیلی خوشحال هستیم و همین چیز برای ما یک عید است. چرا در ما این چیزها نیست؟ من کنار گذارم اون 17 ساله 18 ساله ها رو، چرا در بزرگان نیست؟ همه عاشق عید کردن، همه عاشق یک دسترخوان پر از ناز و نعمت، همه عاشق یک سراینده رو آوردن و 1001 رذالت رو دیدن. چرا ما دیگر لذت نمیبریم از کمک کردن ولی لذت میبریم از این همه گناه؟ بیایید مبلغ هایی که و جشن هایی که در شریعت گناه و حرام است و نه فرهنگ مسلمان است نه فرهنگ تاجیکی هست بگیریم کمک کنیم به یک اعضای عائله خود، به یک بیچاره همسایه خود که پروردگار با سبب همین صدقه ما هم بلاها رو از سر ما گم میکند و هم ظالمان رو از سر ما هم به گم کردن کمکمون میکنند و این چنین ناتینجی ها رو از خانه ما میبرند. این بود عزیزان برنامه امروزه من. تا برنامه های دیگر در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.